از آغاز تا انجام سال 2024 در برابر دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای ساحه ورزش سال نکه و خاطرمان و سرآغشته دستاوردهای بی‌نظیر و ناتکرار بود. پهلوانان نورس، ورزشگران باننگ و ناموس جمهوری که معرفگر و افتخار مملکت دانسته می‌شوند، در دوام سال 2024 با مهارت بلند ورزشی خود در مسابقه‌های شهری و جمهوریوی و بین المللی شرفمندانه شرکت ورزیدند. در دوران صاحب دولتی کشور ساحه ورزش در برابر دیگر ساحه‌های مختلف جامعه پیشرفت کرده ایستاده است. همه ساله برای نورسان ورزشگر مسابقه‌های جمهوریوی تشکیل گردیده با نشان دادن مهارت والا آنها برای برآمد نمودن در سبقت‌های بین المللی امتیازها را به دست می‌آورند. در رشته ورزش جودو سال جاری یک قطار دستاوردهای نظررس به قید گرفته شد و چهره‌های زیاد ورزشی نیز در فضای جودو کشف گردیدند. برای امیرجان حاتم‌شاهزاده و ابراهیم جعفرزاده سال جاری یکی از بهترین مرحله فعالیت بود. در این سال امیرجان نورس در دو مسابقه بین المللی در شهر خوجند شرکت ورزیده جای‌های نمایان را صاحب گردیده است. من طول 4 سال می‌شود که در رشته جودو مشق تمرین میکنم. من تحت رهبری عزتشاه خداییف مشق تمرین میکنم. من امسال در دو مسابقه بین المللی که در شهر خوجند گذشته میانی نورسان من در آنجا یک بار صاحب مدال دوم جای شدم و بار دیگر صاحب مدال طلا گشتم که در این سال 2024 سال موفقیت ها برای من بود. من از خردی در دل خود آرزو داشتم که در رشته گشتین جودو مشق و تمرین کنم. سراول مرا پدرم به این تالار ورزشی آوردند که پدر من خودش پهلوان بود و مرا استادم عزت خداییف مرا سخت گرفتند و من صاحب نتیجه های بی‌نظیر گشتم. من در مسابقه شهر خوجند صاحب مدال طلا گشتم که 6 رقیب خود را در آنجا مغلوب کردم. رقیبان من از جمهوری ازبکستان، قزاقستان بودند که من به فینال راه یافتم و در فینال پهلوان رشته زمینی را مغلوب کردم که صاحب مدال طلا گشتم و جام مسابقه را مال خود نمودم. رشد ساحه ورزش در مملکت پیش رفته چون عنعنه امساله در جشن عید نوروز برای دریافت بهترین چهره‌های گشتینگیری سبقت‌ها گذرانیده می‌شوند. امسال امیرجان در مسابقه‌ها بخشیده به نوروز عجم در شهر و ناحیه‌های جمهوری شرکت ورزیده نتیجه نظررس را نشان داد. در سال 2024 من در شهر دوشنبه و در ناحیه مومن‌آباد در شهر کلاب سرچشمه شوراباد که در آنجا در جشن نوروز رفته اشتراک کردم و در آنجا صاحب تحفه ها شدم و رقیبان پرقوت را مغلوب کردم. من سراول مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامی و این جانب و پرزیدنت فدراسیون جودو تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر میرسانم که با ما چنین شرایط ها را مهیا کردند. امیرجان در عائله پهلوان به وای رسیده است. محض با دستگیری ها و توصیه های پدرش 3 سال پیش به تالار گشتین جودو آمد و زیر راهبری مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش عزت خداییف تمرین می کند. مربیش از نگاه کسبی به آن باور است که امیرجان همچون پهلوان نورس و امیدبخش من بعد نیز در سبقت‌ها شرفمندانه شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال خواهد نمود.
ورزشگر خردسالی که حاتم شاهزاده امیرجان طول 3-4 سال است که در اینجا تمرین میکند. او خود پدرش که پهلوان بود او را خواست که به تالار ورزشی ما بیارد و چون که پهلوانی را دوست می‌دارد خواست که پسرش هم پهلوان شود. و چنانه که می‌بینیم در مسابقه‌های جمهوری، مسابقه‌های بین‌المللی سزاوارهای جای نمایان می‌گردد و در جشن‌های نوروزی دیدیم که امینجان چخیل قوازمایی می‌کند و غالب مسابقه‌ها می‌گردد. در 2024 دو مسابقه که بین‌المللی گشت او سزاوار جای اول گشت. رقیبان او از دولت ازبکستان، قزاقستان بود و آنها را مغلوب کرده مدال طلا به دست آورد و در 2025 حرکت میکنیم که امینجان بیرون از جمهوری تاجیکستان سفربر کنه و پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارد. فعالیت امیرجان خیلی خوب است. ورزشگری که در تالار ورزشی خوب تمرین کند به این نتیجه میرسد. جودوکار دیگر نورس ابراهیم جعفرزاده کوشش بر آن می‌دهد تا در بازی‌های المپیک شرکت ورزد و ننگ و ناموس ملت تاجیک را در عرصه جهانی بلند بردارد. تو 4 سال می‌شود که در این تالار ورزشی تحت رهبری عزتشاه خداییف مشق تمرین می‌کنم. من در دوام سال 2024 در مسابقه‌ای که در دولت ازبکستان برگزار گردیده بود در آنجا من 7 حریف خود را مغلوب کرده و سزاوار جای سوم گشتم. من در دوام سال در مسابقه‌ای که بین‌المللی در خوجند برگزار گردیده بود در آنجا 4 حریفم را از تاجیکستان و 2 تای دیگر از ازبکستان را مغلوب کرده سزاوار مدال طلا گشتم و من در آینده آرزو دارم که به مثل سامان محمدبکوف از بازی‌های المپیک به خزینه جودوی تاجیک مدال المپیک را وارد گردانم. من می‌خواهم که به مثل پدرم پهلوانی خوب گردم. در سال 2025 آرزو دارم که بیرون از کشور خود سزاوار مدال گردم. می‌نداری خود را از پرزیدنت فدراسیون جودو محترم اسماعیل محمدزایی می‌رسانم که ما نوسان را دستگیری می‌نمایند. در رفت تمرین دیده ممکن است که ابراهیم در قیاس به دیگر همتالارهایش در این رشته از نگاه کسبی تفاوت دیگر دارد. از بالای اصولهای دوست داشته خود خیلی زیاد کار می کند. این است که الکی در سن نورسی در ورزش جودو بانگ نام برآورده است. سال 2025 نقشه داریم که با ورزشگران خود جعفرزاده ابوبکر و حاتم شاهزاده امیرجان و دیگر پهلوانانی که خردسال داریم از آنها امید داریم که بیرون از جمهوری تاجیکستان سفربر میکنیم و مدال و پرچم تاجیکستانی عزیز خود را بلند میبرداریم. امروز توجه جامعه جهان به نمودهای ورزش‌های معاصر مخصوصاً محاربه‌های آمیخته خیلی زیاد است. عین حال در مناطق گوناگون کشور نوسان و جوانان زیادی به این رشته ورزش پیوستگی داشته از جانب مربیان صاحب تجربه به تمرین‌های دائمی فرا گرفته شده‌اند. در یک مدت کوتاه ورزشگران این رشته جایزه‌های مسابقه‌های سطحی را صاحب گشتند. یکی از چنین نوسان امیدبخش این فرهاد دولتعلی میباشد که در سال روان در مسابقه جهان مهارت خوب ورزشی نشان داده 5 حریف خود را مغلوب نمود و مقام دوم مسابقه را مال خود کرد. در چمپیونات آسیا باشد بعد شکست دادن کل حریفان خود مدال طلای مسابقه را به وطن آورد. من در سال 2024 در چمپیونات ریسپوبلیکای جمهوری تاجیکستان آید به صنعت محاربه‌های آمیخته اشتراک ورزیدم و 5 حریف خود را مغلوب کرده و به چمپیونات جهان راه خط گرفتم و در چمپیونات جهان 5 حریف خود را مغلوب کرده در ششمش باختم جای دوم شدم و از این جانب در چمپیونات آسیا که در ماهی پیش برگزار شده بود در آنجا سزاوار جای اول شدم. 4 حریف خود را مغلوب کردم و 2024 به من سالی با برار بود. حریف من بسیار
боқувват буд барои финалгиам ва аз ин сабаб ман бохтам. Дар даври ниҳоӣ ҳариф аз Узбекистон буд ва ҳарифи аввалини ман аз Амрико буд, ҳарифи дуввуми ман аз Лебанон ва ҳарифи сеюми ман аз Ангола, ҳарфи чорумиам аз Ирландия, ҳарфи панҷумиам аз Тоҷикистон буд ки ман онҳоро шикаст додам ва дар даври финалӣ баромадам. Ва аз тариқи ҳарфи финалам бохтам, садовари ҷои дуюм шудам. Ман дар чемпионати ҷаҳон садовари ҷои дуюм шудам, аз дастоварди худ розиам ва тамринҳоро хубтар карда мехоҳам дар 2025 чемпиони ҷаҳон шавам. Варзишгарони тоҷик ва варзишгарони амрикоӣ буданд ки онҳоро мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо карда мехостем ки ранги онҳо дастовардҳоро ба даст орем. давлаталӣ дар тӯли 5 соли фаъолияти варзишии худ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, ҳатто унвони қаҳрамони ҷаҳонро низ соҳиб гардидааст. мавсуф кӯшиш бар он равона месозад то музаффариятҳояшро бисёртар намуда дар ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ баромад намояд. ман дар тӯри ин 5 сол дастовардҳои бисёрро ба даст овардам ва ман 2 маротиба чемпиони Тоҷикистон шудам ва дар чемпионати ҷаҳони соли 2022 ҷои аввал шуда будам, дар чемпионати ҷаҳон чемпиони ҷаҳон шуда будам ва дар 2024 бошад ҷои дуюмро ишғол кардам ва дар чемпионати Осиё бошад ҷои якумро. Ман аз дастовардҳои худам розӣ ҳастам ки тӯли ин 5 сол машқ тамрин кардам. дар оянда мехоҳам ки дастовардҳо бисёртар шавад ва дар ташкилотҳои бонуфузи UFC, Bellator дар инҳо баромадҳои хуб карда парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. Аниса Кантаева яке аз наврасони дигари муваффақ мебошад ки зиёда аз 7 сол мешавад дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии рақами 2 оид ба теквандо ва камонварии шаҳри Душанбе зери роҳбарии сармураббии дастаи якачини Тоҷикистон оид ба теквандо Далер Фозилов машқу тамрин мекунад. мавсуф дар наврасияш тавонист бо маҳорати баланди варзишии худ аъзои дастаи якачини ҷумҳурӣ гардида 6 карат чемпиони ҷумҳурӣ шавад. дар соли 2024 Аниса дар мусобиқаҳои байналмилалӣ Намангон Опен дар давлати Узбекистон ширкат варзида соҳиби ҷои намоён гардид. ман 9 сол мешавад машқ мекунам, 9 сал дар инҷо тамрин мекунам. дар соли 2024 ман дар хеле мусобиқаҳои зиёд иштирок кардам, инчунин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. дар онҳо дар давлати Узбекистон гузашта шуда буданд. дар Андиҷон иштирок кардам. дар ин мусобиқа ҷои аввалро ишғол намудам дар вазни 44 килограмм. боз мусобиқа буд дар Самарқанд. дар он ҷо ман сеюм ҷоро ишғол намудам, боз ҳам дар вазни 44 килограмм. якчанд моҳ пеш мусобиқаи Намангон Опен, мусобиқаи байналмилалӣ гузашта буд. дар он ҷо ман ҷои дуюмро ишғол намудам. боз дар Тоҷикистон ҳам хеле мусобиқаҳои зиёде мегузаранд ки инчунин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, мусобиқаҳои дохили мактабӣ ва ғайраҳо. дар он ҷо бисёртар ман ҷойҳои аввалро мегирам. бо ин васила онҳо метавонанд дар мусобиқоти ҷаҳонӣ бо дарёфти мақомҳои намоён фахру ифтихори ватану модару миллати худ гарданд. дар мусобиқаи Намангон Опен ман дуюм ҷо ишғол карда будам. ба ман хеле мушкил шуда буд. ҳарифи ман аз Узбекистон буд. дар даври ниҳоӣ бо ӯ рақобатамро гузаронда будам. ба ман хеле мушкил шуд. ман натонистам ӯро мағлуб намоям. ман бисёртар тамрин мекунам ва дар оянда боварӣ дорам ки ғолибиятро ба даст меорам. Кантаева Аниса тӯли 6-7 сол тамрин менамояд ва яке аз варзишгарони умедбахши ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. хело ҳам варзишгари чолок аст. 6 карат чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва имсол дар 3 мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуд.
و در سه مسابقه بین المللی خیلی نتیجه خوب گرفت. آخرین مسابقه که ما اشتراک کردیم این مسابقه ریتینگی بود. ما توانستیم در این مسابقه جای دوم رو گیریم و ریتینگ‌های با ما در کار برای بازی المپیک ما دسترس نمودیم. در آینده خطی ورزشگرای دسته منتخب کی کانتای وانیسا یکی از ورزشگر دسته منتخب جمهوری تاجیکستان می باشد. در سال 2025 ما در نقشه داریم در دو مسابقه با نفوذ جهانی اشتراک نماییم. یکیش مسابقه آسیا هست، دویمش مسابقه بازی‌های آسیا بین جوانان و آخر سال ما انتخابی داریم. مسابقه انتخابی برای بازی المپیک جوانان که سال 2026 در افریقا در داکر برگزار می‌گردد. ما در آنجا نقشه داریم که اشتراک نماییم. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هم امروزها تعداد نورسان که از مسابقه های جمهوریوی و بین المللی با مدال های طلا، نقره و برنجی و مهمتر از همه با ابروی شایسته برمیگردند کم نیست. یکی از چنین ورزشکاران این دمیر مویبلی خانوف می باشد که سال روان از رشته مشت‌زنی در مسابقه بین المللی در دولت قزاقستان شرکت ورزیده سزاوار جای اول گردیده است. دور نهایی مسابقه مذکور در قزاقستان برگزار گردیده. دمیر در وزن 60 کیلوگرم توانست عنوان چمپیون مسابقه را به دست بیاورد. در چندین مسابقه و جمهوری بین المللی اشتراک کرده. این سال خوشبختانه در مسابقه چمپیونات آسیا در قزاقستان اشتراک نموده سزاوار جای سوم گشتم. همچنین در مسابقه بین المللی در شهر استانا در بین 20 دولت سبقت نمودم سزاوار جای یکم شدم. این بعد کوشش میکنم به چمپیونات جهان تیاری دیده سزاوار جای یکم شدم. در شهر باختر نیز توجه نورسان به نمودهای گوناگون ورزش زیاد می باشد. یکی از چنین ورزشکاران این موسی طلبکوف می باشد که از رشته جودو مشق و تمرین نموده ایستاده است. موصوف ورزشکار نورسی است که در این سمت الکی موفق گشته است. در تالار ورزشی شهر باختر همه روزه نورسان آمده از روی نمود گوشتین تمرین می نمایند. موسی میان دیگر همسالانش نازکی های رشته گوشتین جودو را خوبتر احساس می کند. من اولین درجه با میانداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسونم که برای ما شرایط خوب را فراهم نموده است. در مسابقه بین المللی در جمهوری ازبکستان گذشت. ما در آنجا با همراه استادم سفربر گرده شدیم و من در آنجا سزاوار مدال جای دوم گشتم و رو افتاده نیستم که در این مسابقه جای دوم را گرفتم و میخواهم که بار دیگر به آنجا سفربر کرده شده مدال جای اول رو به تاجیکستان آورم. طول 5 سال می شود که موسی در این نمود گوشتین جودو تمرین نموده. نازکی این نمود را از خود نموده است. ما استادان تصمیم گرفتیم که و موسی را با مسابقه شهری جمهوریوی و بیرون از کشور سفربر نماییم و او توانست که در این مسابقه ها سزاوار جایهای نمایان گردد. باید یادآور شد که موسی طلبکوف تا این دم در یک قطار مسابقه های شهری، ولایتی و جمهوریوی اشتراک نموده و سزاوار یک قطار مدال و دیپلم و سپاسنامه ها گردیده است. همه زحمت ها و دستاوردهای موسی نورس را به نظر گرفته در سال 2024 با شهادتنامه استاد ورزش سرفراز گردیده است. برای تا به این قله رسیدن یک ورزشکار نورس نقش والدین بسا بزرگ است. میانه‌داری خود را بعد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که با ما چنین به فرزندان ما چنین شرایطی را مهیا گرداند که امروز فرزند ما طلبکوف موسی که طول چندین سال است که به جاده ورزش مشغول است. از خردسالی که امروز طریق شبکه‌های آینه نیلگونی که ورزشگران مشهور جمهوری تاجیکستان را می‌نگرد شغل با ورزش بست. امروز می‌فخریم از آنی که امروز موسی میان همسالان خود در جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و بیرون از جمهوری که دستاورد می‌آورد. البته این شهادت از آن می‌دهد که امروز در تاجیکستان ما صلح و ثبات پایدار است. سراول ما همیشه باید شکر کنیم که زاده استقلال هستیم. البته
امروز هر یک پدر و مادر میخواهد که فرزند خود یک نام نیک داشته باشد. من این کبک رو در فیض‌آباد در گشتین تنظیم گشتین ملی و دست آوردم. در آنجا تقریبا 50-60 رقیب من بود و من در آنها 5 تایش رو مغلوب کرده به سزاوار این کبک گشتم. البته معرفی وطن مقصد و مرام هر یک ورزشکار می باشد. در دوام سال 2024 نورسان دلیر و شجاع وطن، پهلوانان بازو و قوی اراده با غالبیت‌های خود در مسابقه های سطح بین المللی شرف و ناموس وطن خویش تاجیکستان را همراه با پرافشانی پرچم دولتی و طنین اندازی سرود ملی تاجیکستان به اوج آسمان بلند برداشتند که این افتخار بزرگ هر یک شهروند تاجیک و تاجیکستانی است، زیرا مشغول شدن به ورزش بهر سالم گردانی روح و تن مساعدت می کند و یکی از مسئله های مهم جامعه هر دور و زمان است.